یک چی باز هم میگه که اگه ما آمدیم دشت لیلی تکرار میشه. ای اولاد جناور، تو بیا که پوزتا به می خاکای دشت لیلی ما میمالیم یا نه؟ تو چی فکر کردی؟ حکومت نظام فعلی به قربانی های آمده که 8,500 نفرش تنها در اینجا به شهادت رسیده بود. تو باز هم از جنگ گپ میزنی، از غیرتت گپ میزنی. تنبانای تانمان و گریختن به کولاب و به تاجیکستان رفتن، مردم و ملت اینمو طلا کردن به ترکیه رفتن. یالی میگن دشت لیلی باز یک تکرار میشه. دشت لیلی تکرار شدنی نیست، این خیال است و محال است. ما که آمدیم اینمی فرعونای وقت که طالبای را سرنگون کرد با بادارایش خودش از اینمی راه ها آمدیم، دمی دشت لیلی آمدیم. نه کدام پروتکل، نه کدام